باج داره دستو میگیره که زنم داره. با یه بار تو اومده رفت نمار ما توش تا خوابیده قوف کن. خیلی ممنون دست گله در نکنه. ساخت هیچ کیه سامون؟ تو بی عقل ترین مردی رو دنیا که همه چی داره برداشتی من چیزی دیگه خبر داری تو ماشین؟ یما شلواری منو ندیدی؟ من پوشیدم من کدوم شلوار تو کجا؟ بگم نیست چیز نیست؟ همه رو گذاشتم باید بری بیاری. بیل کو بابا حالا یه چیز دیگه بفروش 600 دست لباس برداشت صاف همونی که نیست الانم میخوام یه دقیقه ببین اونجا نیست لکرمیه. من نمیدونم وقتی یا چیز خوب بودو چقدر زود میخوای بری؟ یعنی چه زود میخوام برم تا یه رو نخوابید اسمی بهش بدم ساعتا نگاه کن. بودو چی؟ میخوام تا عباس نخوابید اسمی برم که لبش بدم عباس کیه؟ عباس رفیقمه کارمندی بانکه میدونی سر 4 ویلا رو تحویل میدن که هولی داریم میریم؟ چه ربطی داره؟ هر ساعت که میخواد تحویل بده خب میرم اونجا معطل میشی. معطلی چی میشی؟ گرفتی برام؟ آره بودو میگم بذار قشنگ یه نیم ساعت میخوابی. میگم ما اول برم کلید خونه رو بدم به یه عباس میفهمی؟ کلید خونه رو بده. اینجا رو بدم به عباس عباس کیه؟ کارمندی بانکه که خودش وام میگیره ها؟ کارمندی بانکه که خودش وام میخوره وام رو اوکی میکنه. خب برای چه ربطی به خونه ما به این خونه داره؟ چی؟ چه ربطی به خونه داره در الان؟ میخواد یه رفع سر به بولو بزنه. بهش گفتم یه غذا خرگوش دوست داره. بولو؟ ما بولو رو بردیم کجا؟ از خونه ما بولو خودش. بولو رو خونه مامانم برده. بولو خودش. یعنی چی خود بولو خودش؟ کلید داره خونه را؟ یه دقیقه بشین ببینم چی داری میگی؟ آها اینا کارمندی بانکه خب کارمندی قسمت تحصیلات ایناست خب که کارا با اینا رو اوکی میکنه. این هر دفعه میخواد بیاد اینجا برد مثلا با دوست دخترش یا حالا نامزدش نمیدونم چی. آقا من یه جایی بهش گفتم من مسافره تا برگشتم کارا با من اوکی کن با کلیری میری گفتم با خانم گفت خود کسی نیست اینا کی داره ما گفتم خب باشه. باج داره دستو میگیره که کامله در صورت اوکی کنه که حرفا بدیم غیر مستقیم داشتم گفت خونه دو کجاست فلان اینا گفتم خونه فلان جاست. بعد گفت که صاحب خونه اینا گیره گفتم نه تو خیرت خوبی گفت میدونی که کی بده و یه دو سه رو خواستم هر دفعه برام زیر سری بزنم. تو با اجازه کی بهش گفته ای باشه؟ گفتم گل ما رو آب بده گل خودش هم آب نه گل خودش گل تو آب بده. خب گفتم گل ما رو آب بده. نمیخوام گلم مثلا هفته یه بار آب بخوره. ما 4 روز میخوایم بریم مسافرت بیاد. میگم تو این 4 روز بلنشه بیاد خونه من چیکار کنم تو زندگی من؟ اعتباری وام من 35 میلیون بوده. خب به در کسا نمیخوام وام براتو بگیره. گوش کن باج داره دستو میگیره برای هر چی کاری؟ نه چه اعتباری وام من 35 میلیون بوده. داره میکنه 100 میلیون. میدونن 65 میلیون داره بخاطر 3 روز که خواب اینجا بره. اصلا گویا احتمال داره من اصلا گویا بیارم تلفن نیادش اصلا خونه. اوکی خب کسی که کارمندی بانکه اینقدر جا بی مکان کلن جا نداره تا خونه داره زنش جلو زنشون تو کسی ببره که زنم داره؟ زن داره دوست دخترم داره؟ من ریدم تو این دوستات که هر کدوم یه دوست دختر دارن یه زنم دارن دور دیگه از کجا من تو اینجوری میگن هر کی میخوای بشناسی یه دوست داشت بشناسا. یعنی من عباس من کارمندی با اینکه چیزه اصلا من نره که تو فقط کاری دارم بهت بگم اون بکن. من هیچ کیکی نمیخورم آقا مشتبه. هر گویی خودت خوردی خودت قشنگ صافش می‌کنی. چرا چرت پکته نمی‌کنی؟ من نمیذارم من اصلا نمیرم شما. آقا من سیدم گفتم یه خام اینو میاد سر به گل و چیزا بزنه. گل و بولو بزنه. آره بابا اینجوری بهش گفتم سید اخلاق سید میشناسی که من اصلا جای نمیرم. برای چیزی جای نمیرم. جای اتاق خوابت قفل. چرا اتاق
خوابم دارم. تو خونه زندگیم نمیخواد بیاد؟ بابا میخواد بیاد گل نمیخوام گلامو آب بده. میاد گل رو نگاه نمیخوام گلامو آب بده. بیاد تو خونه زندگی من چه گوی بخوره. یه زن یه مرد که دوست دختر دوست پسرم میرن تو خونه چه گویی میخورن. میخواد به راز نیاز کنه. من چه میدونم خواهد چی کار بکنه. من هیچ جا نمیرم. زنش داشته بگم اصلا جایی نمیرم. تو سر اینجوری تره همه سر هیچ جا نمیخوام برم. میگم گوش کن ما الان یه شمال میخوای منو بعدی این همه وقت ببری ببین چطوری به درد من زهر میکنی بدون اینکه با من هماهنگ بکنی با من مشورت بکنی میخوای بلند شی یه خریه میرسی بیاری توی خونه میخوای اجارم بدی به بقیه توی 3-4 روز که خرج اون برده در بیاری من تقیق جواب من دارم میگم یارو اصلا میگه احتمالی که بیام شاید 10% باشه اومدیم و توی 10% که هر روز بخواد بیاد و احتمال هم مثلا هفته توی هم 2 بار بیاد اینجا بره چه فرقی داره چه یه بار چه نیم بار چه نیم ساعت چه یه ساعت دوست ندارم کسی بیاد تو خونه زندگیم کسی که غریبه است من مامان بابا خودم نمیاد تو خونه من خب بشیم توی بده که بیاد یه خورده عقل داشتی یا این کارو نمی‌کردی یه کار کنی که دروغ هم نگفته باشیم به کسی بریم بلوغا بیارم بشه اینجا که هدف ببین بلوغا هم میبینه من چی کار دارم به دروغ دقل گفتنش نمیخوام کسی بیاد تو خونه زندگی ما نمیخوام فکر مهمونه میگم اما مهمون باشه قدمش رو چشم هم که نشستمونم بیادش خونه ما چرا چرت پرت چرا فقط میگی نمیخوام بیاد خونه خونه منم میخوای چیز خونش بکنی چرت پرت نگو تو دیگه تو یه چیز خیلی چرا دیگه همچه چیزی است داستانش کابر رو میخوای اینجا را بندازی واقعا بدارم به این فکر کنم اگه مثلا من یه مریضی گرفته باشم یه ماه رو تخت بیمارستان باشم دیگه نمیدونم خونه زندگی کجاست نمیدونم کی تو خونه تو کارش رفته کردی تازه اومده به من میگی دستی در نکنه که به من گفته عزیزم خیلی ممنون دست گلت در نکن بذار دستتو ماش بکنم که اومده الان به من گفته بیا بابا ماش کن بیشو یه لحظه گوش کن میشه چرا نمیخوام آقا من یا هیچ جا نمیرم من یا هیچ جا نمیرم یا همچی که نمیخوری وامی 24% دارم به اون میدن دیوونه نمیخوام وام بگیرم اصلا یارو مدرس داره به تو باج میده تو قبول کردی ها به من باج میده چرا خره ایشو من دارم به اون باج میدم من نمیرم جا نمیرم هیچ جا نمیرم خواست خودت بلند شد میگم اون تا چند خوابید است دیگه ما در حدی که بریم و بیاد باشه لباس در بیاد مامانت لباسم در بیاد اون میخواد یه کاری کنه مامانت لباسم در بیاد چی داری میگی چی میزنی ساقت کیه سامون حالا چی تو دیگه لباس در تو فیلم میشکنه خب میگم هیچ نمیخوام برم به در بشکنه تو برای اون رگش زد بالا نمیخوام آقا نمیرم حالا این حرف چیزیه تو داری گذاری نمیرم هیچ جا نمیرم تو به کار اصلا محمدی خودتو گنده شده باشه تنسی موقعیت باشه چیکار محمدی خودمون قرض داره که بعد که بزرگ بشه بخواد جامعه کامل خودش رو کنه خواستم بعد اون حداقل محمدی خودمون است نه یه آدم غریبه بخواد بیاد خونه زندگی که بخواد بیاد غریبه است چه حرفی زاری میزنی؟ یه ذره فکر نمیکنه مغز نداره عقل نداره مردی بی عقل که میگن واقعا تو بی عقل ترین مردی رو دنیا که میری بدون هماهنگ من قشنگ میبری یا میدوزی بعدم میای به من گوش میکنی یه لحظه جواب من اینجوری قبل وحشی نده گوش کن منطقی جواب من بده میگم من رفتم تو بانک تو بردم مدارکام بردم و یارو گفت که گفت یه دونه چیز بیاری خب یه زامن دیگه باید سری فتوکپی نشه بیاره گفت شنبه بیار گفتم من شنبه نیستم گفت یک شنبه بیار اشکال تا من تا آخر هفته نیستم گفت کاری واقعا عقب میافتاد تا اینجوری گفت کجایی اصلا نیستی گفتم آقا اسم ببرم اینم 2 3 روز شما لات کنم گفت یه خندید گفت یه خوش شما داری میری گوشکو یه لحظه غیر مستقیم خودش بمه من خودم بهش پیشنهاد دادم من خودم دارم دو میپاشم بگو پس همچی که خودت خورده چه میکنی؟ چرا دیگه همچی چیزی خودت خورده فکر نمیکنه تا تصمیم میگیره یه ذره فکر کن یه ذره رو این مغزت کار بکن بعد تصمیم میگی
میگم ما گوش کن میفهمی یارو با یه بار تو اومده رفتن برای ما توش یه بار که میاد تو خونه ما میره بعد ما 65 تا ما مثلا داره میده تحصیلاتا از کجا معلوم کنه در راه بندازه؟ برگشت نمیش خب نوشته دیگه نیازیست بیاد نمیتونه که نوشتهش خط بزنه. چرا اون میتونه خط بزنه؟ نه عزیزم نمیتونه هیچ گویی بخوره. وقتی نوشته که نمیتونه بیاد برگرده. آقا گوش میکنی یا نه؟ یارو یه جوری من پرسید گفت که خونه کدوم منطقه مثلا تو منطقه فلان منطقه ایکسه. بعد گفت آقا طبقه چند گفتم طبقه 3 بومه. گفت که صاحب خونه چجوری گفتم صاحب خونه خیلی مرد خوبی. دیدن غیر مستقیم آمارز من میگیره. بهش گفتم آجی میخوای یه کار کنم کلیدی خونه رو در دفعه سری بری بزنی خندی گفت که ندادا یه حرف چیه من که خودم خونه دارم که بعد گفتم فهمیدم 2000 گفتا که بذار ببینم تو الان داری این حرفا رو میزنی تو در مورد گفته عباس رفیقم یعنی رفیقه ببین من الان یا از این که نمیدونم با یکی که تو خیابون حرف میزنی میگه خب این یار رفیقمه تو برخورد به یارو متوجه شدم که میتونم باش در حد رفاقتی که این یه بار بیاد تو یه بار بیاد تو خونه کارش ادارش رو بکنه بعد کار اداره من هیچ جا میبینی جام بلندی میشه 100 تومن وام دستم به درک به پرت خونه زندگی بیشتر ارزش داره برای 100 میلیون بخوام هر کسا ناکسی یا به ما وام بده فردا صبح اومدی دیدی هیچ زندگی نبود اومدی دیدی نمیدونم جادو جنبلی چیزی کردی خونه بود کس کنه جادو جنبل کنه میگه کارم بندی بانک لنگ خونه ماست برای چی میگم لنگ نیست من یه کاری کردم که اون لنگ خودش به نظر بیاد یارو وامی 26% اینا که ازش چند درصد خوبه کلید با آقا بهش بده بره نمیتونم با مردمه اون باقی مردمه این خونه خودمه این خونه زندگی مالی منم هست مالی منم هست میدونی وام 26% چند درصدش کرده هر کی میدونی وام 26% چند درصدش کرده ماشا تو چرا واقعا متوجه گوش چه جواب من نمیده خره این که نمیفهمی بیشتر آدم اعصابش میگم وام 26% چند درصدش کرده باشه خوبه نمیدونم 24 درصدش کرده برای 2% خیلی سری 2% بگاه رفتم برای 2% خاک تو سرت کنن احمقه چرا؟ یا 2% 100,000 تومان میدونی چقدر میشه؟ خاک بر سرت برای 2% 2,000 تومان میشه خاک تو سرت اسکولم کردی دوباره ها خواستم خوابه سر بپری چی بخنده یعنی تو هر موقعیت میرسی سر به سر 3 بار بهت گفتم شاکینه تو چگاهی شد تو شکل نگفتی یه بوست کنم دونه پیانو طلا چرا میذاری؟ دری بری ده نگاه کنم یه بوست